در زندگی هر ساحه‌ای که آدمان در آن فعالیت می‌کنند قهرمان زمان خود را دارد. این است که یک کاری را آغاز می‌بخشد و چندین نفر دیگر آن کار را ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌توانند چون سرکردگان سهم بگیرند، ولی با توان و سعی و کوشش بهر رواج و رونق دادن آن ساحه سهم می‌گذارند. این نوبت برنامه پیراه را بابت روزگاری هنرمند آماده نمودیم که در رشد صنعت شش مقام سهم دارد. هنرپیشه شایسته تاجیکستان سعادت عمرova زاده ناحیه 5 ولایت ختلان است. زمان نورسی این هنرمند در شهرک 5 سپری می شود. در کودکی یادم باست که مادرم فقط میگفت که کوگ داشتیم، کوگ من گم کردم در خوابش. بعد از تگ تاقچه وقتا میدونید که تگ صندوق ها تاقچه میکردن. یک تختچه میموندن، بالاش لطقتی میپوشوندن و همون کپ تگ همون با روز شدگی بوده است. مادرم این خواب دیدگیست، خوابشون فقط نقل میکردن. میگفتن که من کوگ گم کردم، کوگ قپیدم، نه تو حافظه شدی میگفتن. سعادت در عائله اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی به دنیا آمده است. پدرش یکی از آن شخصانی بود که بعد جنگ بزرگ وطنی پای و دستان خویش را از دست داده بود، ولی زندگیشان با همان مشکلات همواره پیش می رفت و رنگارنگی خود را داشت. مادرش خانه‌نشین بود و به تربیت فرزندان مشغول. سعادت هنوز از زمان کودکی میان خواهران خویش گاه آوازخوانی می نمود، خصوصا وقتی که مادرش دایره خردککی را به دست می گرفت و دایره نوازی می کرد و پدر عزیزش اشوله خوانی می نمود. تاقشون میگرفتن، یادم باز من کوچکچه بودم، مایدچه بودم. تاقشون میگرفتن، سرود میخواندن. بعد هم کسا خیلی میشتیم در سری دسترخوان. یک پدرم سرود خواند، مادرم دایره گیرد، همه ما رقص میکردیم، سرود میخواندیم. ما عائله صنعتکار بودیم. تا حاضر خواهرم هم در فرهنگ ناحیه 5 فعالیت میکند. شادروان اپم انستیتوتی مسکو ختم کرده، اکتریسه بود، شادروان گذاشته شدن. اکم هم حاضر من روم یگان مرکه شود، اگر خطی من سرود میخواند، خوش شده، هم آواز میشود. او تحصیل نخستین را در مکتب رقم 1 ناحیه 5 گرفته است. زمان مکتبی برای سلقل یافتن هنر آوازخوانیش کمک کرده است. او در مکتب اعضای کروژاک صنعت بود و در محفل‌های مکتبی هنرنمایی میکرد. او در مکتب از شاگردان غیر عادی بود. زبان روسی را دوست می داشت و درس‌های تربیت جسمانی را میپرستید، زیرا خیلی شقام بود. مکتب یکی به نام کارل مارکس میخوندیم. هر یک جمعیت، هر یک شب نشینی، هر یک وایده سرود میخوندم. من یک خون بودم. من عموما زبان روسیه نظم دیدم، بعد فیزیکولتوره نظم دیدم. تا حاضر من مشق میکنم. زبان روسی معلومات داشتیم، فقط منم بهم برآورد. وظیفه خانگی میپرسید از من. بسیار وقت شعر دیگر رو اگر اذیت کرده نتونن، من پگوش با اذیت کرده می آمدم. یا یگان سوال یگان ویا میداد درباره گراماتیکای زبان روسی، یکم من جواب میدادم. بعد ختم مکتب میانه مشکلات عائلوی امکان نمیدهند تا او به شهر آید. به این خاطر فعالیت را در انسامبل امید کلخوز پراودا آغاز میکند و آن زمان در آزمون جمهوری بوستان 1 و بوستان 2 اشتراک نموده سزاوار جای اول می شود. همزمان او چند سال در انسامبل چشمه ناحیه واسع فعالیت می کند و در آن هنگام در یکی از آزمون‌های بین المللی در جمهوری پولش اشتراک می کند و از این آزمون تبرچه طلایی محض نصیب انسامبل چشمه می گردد. سال 1978 سعادت در آزمون تلویزیونی ارمغان جوانی شرکت می کند و آنجا استادان صنعت الماس عبداللهیف، شاهنظر صاحبوف و برنا اسحاقova و او بهای بلند داده پیشنهاد می نمایند که به شهر برای خواندن آید.
و این پیشنهاد سبب می‌گردد تا سعادت به دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده آید. من دلم بسیار آرزوی سخت داشتم که همین شش مقام خانم گفته. مادرم همین میخواست. هر سحر من به وقتای بستان شیر داشتیم و وقت گاو داشتیم. هر سحر گاو می جوشیدن، من به یک شیر گرم من به می دادن با یک تا تخم البته خوراکی و آوازات جرنگاستی میشد میگفتن. بنابر من 10 سال گرفتم گلشن جمال از خواندم 84 در بستان. همین خیلی شد من معلم شادروان الماس عبدالله دیدن، من به انستیتوت تکلیف کردن. او وقت انستیتوت بود. آمده تقدیرم بلندی کرد، من شاگرد برنامه سقوه شدم. در دانشکده صنعت او یکی از شاگردان هنرمند محبوب کشور برنا اسحاقова می‌گردد و از این هنرمند و استادان دیگر مهارت صنعت و صحنه را می‌آموزد. او میگوید که برنا اسحاقова یکی از استادان سختگیر بودند که یگان جزئیات از نظرشان دور نمی‌ماند. با برنا اسحاقова کار کردن برایش امکان می‌دهد تا در معرکه‌های شهری و سمپوزیوم‌ها شرکت کرده باشد. اون کس من به درس میدادن و میگفتن که همین چیز ازیاد کن. میگفتم معلم جان با 4 مصرع دیگر دید من ازیاد کردم بیام پگو این حال همینش وای کن ازیاد کن پگو درس میگذاره. میگفتم بعد میرفتم خانهشون اونجا به درس میگذاشتیم. سال 87 سیمپوزیوم 6 مقام خانه در تاشکند شد. او وقت ما استودنت بودیم، دانشجو بودیم، رفتیم در سمرقند قطع استادمون قطع یک گروه 6 مقام خانه ها برآمد کردیم. بعد جای اول تاجیکستان جای اول گرفت در سیمپوزیوم. من حال ختم نکرده سال 89 در کمیته تلویزیون و رادیو آزمون شد. در آزمون احمد باباقلوف اعضای ژوری بودن. بعد ما استودنتا ما دانشجو آمده اشتراک کردیم. بعد خودشون گفتن که این کس رادیو کار میکند، این کس گذاشتن، این کس نگذاشتن. بعد از سال 89 من ختم کردم. راه خط من به کمیته تلویزیون رادیو دادن. من انسامبل دولتی 6 مقام. او وقت انسامبل 6 مقام بود. ما هم کسا انسامبل قطعی کار میکردیم. او وقت ما آمدیم سال 89 کار آمدیم لاله برکه بودن. او وقت انسامبل دریا جدا نبود. ما یک جای کار میکردیم. مهری ساقبای و مستانه پایر گشت و برنای ساقبا می اومدن گاه ما درس میگذاشتن. بعد که سلامتیشون بد شد 3 ماه آشیانه برآمدن نتونستن. همه خیلی سبوات نجمیدین و بود، لاله عزیزی و بود، شایده و شین و لویره مومینی و همه کسا بعد آزاده شروع و یک جای همه کسا کار میکردیم. در انسامبل 6 مقام او با بهترین هنرمندان همکار و همصف می شود. با استادان صنعت کار کردن محبت او را به زندگی و هنر بیشتر می نماید و او همراه هنرمندان کوشش می کند تا از عهده مشکل ترین بخش های 6 مقام برآمده باشد. وقتی که من با کار آمدم جوانترین سراینده انسامبل یعنی که قدم رنجه نمودم اونجا بانوها خیلی زیاد بودن. سراینده های بانو خیلی زیاد بودن و اپی سعادت عمرova در بینشون یکی از چهره های بود که هم صدایشون هم حسنشون همه طرف فرق کرده میستاد. هم قد و بستشون همین کس میدید
از صدای گیرو و جرنگاستی اپای سعادت عمرова یعنی که لذت میبرد از قد و بست و از همون وقتی که صحنه میبرآمدن یعنی که از اونو از برآمد اپای سعادت مردم عبرت میگرفت. من یک نکته رو باید قید کنم که اپای سعادت عمرова در انسامبل نقش خیلی بارز دارد. از کدام جهت؟ یعنی من از جهت سراییدن سرود خوب در ژانر موسیقی عموما در اجرایش سرودهای کلاسیکی من همگان میدونن که صدای گیرا و قوی باید داشت و وقتی که ما در انسامبل می نشستیم خوب سراینده ها 10 نفر مردها بودن 8 نفر 10 نفر زنها بودن ولی در بین همون 8 نفر 10 نفری که زنها می سراییدن اپای سعادت صداشون برعلا حس کرده می شد. یعنی که بسیار صدای گیرا و قوی داشتن تا حتی استاد روانشان شد بود استاد الماس عبداللویف وقتی که ما در انسامبل در استودیوی ثبت آواز می‌فرمودیم ثبت می‌کردیم اپای همین سعادت عمرова را میگفتن که وقتی که ما نیم دوره می‌نشستیم در ثبت آواز استاد الماس عبداللویف یا که کارگردان آواز روانشان شد بود قیمتالله رجبوف میگفتن که سعادت بانو شما یک متر شما باید از دیگرها قفاتر نشینید. با کدام خاطر؟ یعنی که به خاطری که صدای گیرای قوی که داشتن همون در وقت ثبت همون صداشون بلند که بود همون شاید میکروفون در وقت ثبت میکروفون رو پخش میکرد شاید صداشون همون دیگرها رو پخش میکرد. به همین خاطر میگفتن که اپای سعادت یا سعادت بانو شوخی آمیز میگفتن استاد قیمتالله رجبوف که سعادت بانو شما یک متر قفا نشینید برای که آواز شما آهنین است آواز شما یعنی که جرنگاستی است. سعادت عمرова هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان وقتی که این نام رو به زبان میگیرم راستیگه یک سیمایی به نظرم میرسد که بسیار هم با آواز مرغوله‌دار خود الکای دل چندین مخلصان رو تسخیر کردند. اپای سعادت بسیار هم انسانی هستند که با یک گوییم که مرد صفت هستند. آن کس رو در هر یک گپ و کار خود مثلا می ایستند و برای من خوشبخت هستم که با آن کس هرچند همکاری نکرده باشم هم در بسیار چاره‌بینی‌های دولتی ما یک جایه با همراهی آنها برآمد میکردیم و در همانجا الکای آن کس چقدر تشکیلاتچی بودن خود را نشان داده بودند و راستیگه بسیار هم صمیمی هستند بسیار هم دلسوز هستند مهربان پیش از همه مادری مشفق و مهربان هستند و خوشبختانه من این روزها آن کس را بسیار هم نغز میشناسم و در کجایی که با هم وا میخوریم و در کجایی که با هم مینشینیم همیشه سخن درباره مثلا موسیقی است و گویا که شعر است و موسیقی است و نوا است همش در دل آن کس حالا هم دل جوان دارم. باور کنید من بسیار هم خصلت‌های نیک آن کس رو نامبر کرده میتونم که آن کس نه تنها به جوانان بلکه به همکاران به کسی باشد دست یاری دراز میکنند. او با انسامبل به کشورهای دور و نزدیک سفر نموده و صنعت پرمحتوای تاجیک را معرفی نموده است. همزمان در انسامبل برای کمک نمودن به جوانان سهم داشته است. چندین جوانان محض با دستگیری او به صحنه برآمدند و محبوب شدند. با انسامبل دولتی 6 مقام ما فرانسه رفتیم 2005 قزاقستان رفتیم آذربایجان رفتیم سال 1998 به ایران رفتیم. ایران اونجا فستیوال عمومی جهانی
اشتراک کردیم. سالهای پیشین، سالهای گذشته مثل شایسته ملاجانова، مثل برنو ایساقова دیگران خوب مسلمه باقیه و یا که سعادت عمرова ببینید. برای همین در انسامبل هم با چهره و هم با قد و بست و هنرشون با صداشون با کلی فرق میکردن. یک نکته دیگر رو من با شما باید ذکر کنم. اپای سعادت عمرова بسیار آدمی بسیار میدونید چه خیلی گویم آدمی سختگیرن. یک شخصی بودن در انسامبل که کمک خود را دریغ نمی داشتن. نفرانی که جوانانی که نو به جاده صنعت رو می آوردند و قدم استواری خود را به این جاده می گذاشتند و می خواستند که چیزی را با خود از این نازکی‌های موسیقی شش مقام برداشت کرده باشند، یعنی که از استادان پرسان می شد. اپای سعادت عمرова به همین جوانها بیشتر و بیشتر به این اتاق کاری یا با اتاق دیگری کاری که مثال اتاقای کاری استراحتی بود می درآورده وارد میکرده و با همون سبک اسلوب و با همون سیاست و با همون ملکه‌ای که داشت با اونا درس میگفت و یاد میداد. و یک چیز است که بسیار سختگیر بودن. آدمی دروغگو، آدمی که درویه است بسیار بد میبینن. اپای سعادت بسیار هم در رشد و نموی صنعتی کسبی تاجیک مقامی خود را گذاشتند. یعنی ما از خردی آرزو میکردیم که با اون کس از نزدیک شناس شویم. وقتی که باور کنید بسیار هم آوازی پرقوت دارند. بیهوده اون کس چندین سال از استادان ناموختند. یک آوازی داشتند که تا به حال اینجا همکاران میگویند که مثلا صفتی اون کس را میکنند، توصیفی اون کس را میکنند امروزها که چه خیلی تشکیلاتچی خوب بودند، چی طور غمخواری مثلا انسامبل بودند و باز با زمین این بسیار هم آوازی قدرتمندی داشتند که این هم با حافظه بهترین بودن و با چنین زینه های بلند رسیدن آن کس یعنی مساعدت کرده است. مشوش از دلم از کرشمه سلما چنان که خاطری مجنون ستاره لیلای آی جانای استادان که میگفتن من از همونجا بعد پای بردم، بعد خودم هم مشاهده کردم که واقعا هم همین اپی سعادت میخوند همگون در همون صدای اپی سعادت، یعنی که نوتای بلند است، همه بانوهایی که میخوندن در اپی سعادت جور میکردن صدای، یعنی که اونیسون میشدن یا همجایه هم آواز میشدن. برای همین من میتوانم گویم که اپی سعادت عمرова توانست که در رشد و نموی صنعت ملی خاصه شش مقام بسیار نقش باریز گذاشتند. باید اظهار داشت که در کلکسیای سرودهای سعادت نه تنها سرودهای شش مقام بلکه سرودهای خلقی و استرادی رنگ گرفتند و در خزینه تلویزیون و رادیو بیش از 50 سرود او حفظ می شود. او خود را خوشبخت می حسابد که در پیراهه پر از مهر وارد شده و توانسته در قطار دیگر هنرمندان در رشد صنعت شش مقام سهم بگیرد.
من میدونید خیلی اینقدر دستگیری های جناب عالی، مدال خدمت شایسته، گرامتای فخری، هنرپیشه شایسته جمهوری گرفتم. به فکرم کم کم میارزیده باشم. بنابراین من از همه چیز راضیم. این چه رنگ رخسار است، گلشنی جمال استی، این چقدر رفتار است غایت کمال استی. پیش روی تابانه جلوه تجلی چیست؟ آفتاب ما است آنه پرتوی هلال استی. آفتاب ما است آنه پرتوی هلال استی.